پرونده جنایتی با مود 112 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 35 ساله ساکن شهر استرافشان آغاز کرده شده است. نامبرده صبح 1 اپریل سال 2023 تخمینا ساعت 9:30 دقیقه در جای کارش از سبب مناقشه به میان آمده با همکارش مرد 38 ساله ساکن شهر مذکور جنگ و جنجال نموده او را لطکوب نموده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گشته است. اینچنین پرونده جنایتی با ماده 110 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 30 ساله ساکن نویه اشت آغاز کرده شده است. نامبرده نیمه شب 8 اپریل سال 2023 تخمینا ساعت 9:50 دقیقه در حالت مستی قرار داشته در نزد بازارچه محله 34 شهر خوجند از سبب مناقشه به میان آمده با مرد 29 ساله ساکن نویه اشت جنگ و جنجال نموده او را لطکوب نموده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید به این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. به شبه وزارت کارهای داخله در نویه یووان عریضه مرد 33 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که ماه اپریل سال 2023 شخصان نامعلوم با رای پنهانی وارد عاقلخانه شده از آنجا یک سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرری رسانیده شده 10,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 31 ساله و جوان 24 ساله ساکن امین نویه صادر نمودند. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. به شبه وزارت کارهای داخلی در نویه فردوسی عریضه زن 32 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که ماه نوامبر سال 2021 مرد 33 ساله ساکن پایتخت با رای فریب به باوریش در اومده از او $13,000 امریکایی را به مهلت 1 ماه گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اینچنین به شبه وزارت کارهای داخلی 1 در نویه فردوسی با عریضه مرد 44 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که سال 2019 در بازار کاروان مرد 39 ساله ساکن شهر دوشنبه به باوریش در اومده از او 265,000 سامانیش را گرفته وعده داده است که در مدت 1 ماه مبلغش را برمیگرداند، اما تا حال مبلغش را برنگردانیده است. همین طریق پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 26 ساله ساکن شهر کانی بادام آغاز کرده شد. نامبرده ماه نوامبر سال 2022 با رای فریب به باوری زن 50 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از او جواهرات طلایی را به مبلغ 42,600 سامانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید به این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد.